افتادگی پلک یک مشکل رایج در بین افراده که هم میتونه روی زیبایی آدما تاثیر بذاره و هم در موارد شدید میتونه باعث کاهش بینایی بشه. این مشکل دلایل مختلفی داره ولی به طور معمول با افزایش سن اتفاق میفته. در این ویدیو بهترین حرکات و ماساژهای درمانی رو برای پیشگیری و رفع این مشکل بهتون آموزش میدم تا دوباره زیبایی خودتون رو به دست. فیزیوتراپیست عادل سلیمانی هستم، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران و اینجا کلینیک فیزیوتراپی رویش. در این کانال برای انواع دردها و مشکلات مفصلی، عضلانی و ارتوپدی درمانهای مؤثر و علمی آموزش میدم تا بتونید توی خونه بدون مراجعه به دکتر انواع دردها و مشکلات خودتون رو درمان کنید. ممنون میشم که جهت حمایت از این کانال حتما اون رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید. حتما زنگوله کناری سابسکرایب رو هم بزنید و در اون گزینه آل رو انتخاب کنید تا هر ویدیو جدید که براتون میذاریم اطلاع رسانی بشه. به طور کلی افتادگی پلک به دو گروه تقسیم میشه. در گروه اول به علت یک سری از بیماری‌ها اتفاق میفته که به اون پتوز پلک میگیم. در بیماری‌های مثل میاستنی گراویس، دیستروفی‌های عضلانی، آسیب عصب سوم مغزی اتفاق میفته. همچنین در یک سری از بیماری‌ها مثل سکته‌های مغزی و حتی فلج بلز ممکنه به مرور این قضیه پیش بیاد. در گروه دوم این افتادگی پلک به علت افزایش سن با بالا رفتن سن اتفاق میفته و همچنین در افرادی که به علت عادتهای بدی که دارن مثل عادت مالیدن زیاد چشم به مرور عضلات و بافتهای پلک کش میاد و حالت افتادگی به خودش میگیره که علاوه بر تاثیر بسیار بدی که روی زیبایی شخص میذاره ممکنه باعث خستگی‌های چشم و دردهای چشم هم برای اینا بشه. در گروه اول که دچار پتوز پلک شدن و به خاطر یک سری بیماری‌های عصبیه در وهله اول نیاز هست که به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید تا اون بیماری زمینه‌ای هم درمان بشه. در ادامه تکنیک‌ها و ماساژهایی که خدمتتون آموزش میدم کافیه روزانه 10 دقیقه برای اینا وقت بذارید و به مرور طی چند ماه پلک‌های شما و این ناحیه به سمت بالا کشیده میشه و مشکل افتادگی پلک شما درمان میشه. بریم تکنیک ها و حرکات رو با هم دیگه ببینیم. قبل از انجام این حرکات و ماساژ ها حتما دستاتون رو بشورید تا کامل ضد عفونی بشه. حالت اول یک ماساژه که به این شکل باید انجام بدید. از طریق انگشت های شستتون انگشت شست رو میذارید در نزدیکی گوشه داخلی چشم و بین ابرو و چشم این رو به این شکل حرکت میدید. به این شکل ببینید میذارید اینجا، به آرامی میکشید میبرید به گوشه ابرو، اینجا مکس کوتاه و دوباره. خیلی حرکات خیلی شدیدی نیستن که ماساژ محکمی اینجا اعمال کنید. به آرامی انجام میدید به این شکل. دوباره ببینید میذارید گوشه چشم بین ابرو و پلک انجام میشه. این انتهای مکس کوتاه باید داشته باشید. حداقل 10 تکرار پشت سر هم انجام بدید. اگر چال روز آینده میتونید تعدادش رو هم زیاد کنید، 15 20 و الی آخر. حرکت و ماساژ دوم رو به این شکل انجام میدید. از انگشت اشاره و میانی به این شکل استفاده میکنید. این انگشت ها رو نوک انگشت ها رو میذارید بین ابرو و پلکتون به این شکل. اول قسمت داخلی یه فشار خیلی ملایم میدید و به این شکل به سمت بالا و پایین این رو ماساژ میدید. خیلی ماساژ محکمی نباید باشه. حدوداً 30 ثانیه کافیه یا میتونید حدوداً 20 تا تکرار این رو انجام بدید. اینجا که تمام شد حالا قسمت بیرونی بین ابرو و پلک این رو به این شکل انجام میدید. اینجا که باز با همون تعداد تمام شد حالا روی ابرو هم باید انجام بدید. یعنی قسمت باز داخلی روی ابرو. حالت قبلی بین ابرو و پلک بود ولی این باید روی ابرو باشه، مثلا بالا و پایین با همون تعداد. این حداقل میتونید 20 تکرار داشته باشید یا 30 ثانیه هر نقطه که به این شکل گفتم انجام میدید. ماساژ سوم که باید انجام بدید یک ماساژ انبردستی من اسمش رو گذاشتم. بین انگشت شست
و اشاره، ببینید ابرو رو از سمت داخل میگیرید، ببینید ابرو رو اینجوری آروم فشار میدید. خب به آرامی به سمت داخل و بیرون به این شکل انجام میدید. میتونید هر نقطه رو حدوداً 30 ثانیه یا حداقل 20 تکرار انجام بدید. اینجا تمام شد. حالا نقطه بیرونی به ترتیب، حالا یه ذره بیرونتر. پس ماساژ خیلی محکمی نیست که خیلی محکم بکشید. حتما دقت کنید که اینجا باید ملایم اعمال بشه. تا انتهای ابرو این رو انجام بدید و بریم سراغ حرکت بعدی. ماساژ چهارم رو از کف دست ها به این شکل استفاده می کنید. سعی می کنید تقریبا کف دست و گوشه در واقع داخلی کف دست رو ببینید میذارید گوشه بیرونی چشم و به سمت بالا و بیرون به آرامی میکشید. ببینید این باید چشم ها هم بسته باشه. من چشم ها رو میبندم، میذارم اینجا، ببینید به آرامی میکشم تا بره یه ذره بالای ابرو. اینجا یه مکس چند ثانیه داشته باشید و شد. استراحت. دوباره چشم ها بسته، اینجوری میذارید به آرامی میکشید. اینجا یه مکس کوتاه و ول میکنید. میتونید حدوداً 20 تا حرکت انجام بدید یا میتونید به جای این کالا بشمارید 1 دقیقه وقت بگیرید و به آرامی رو تو 1 دقیقه انجام بدید.